چون این غذای طرف کرمانجا، خراسان رضوی و شمالی و جنوبی و نام کرمانجان. این اسم غذاش کمجوشه، کمه گوسفند با تخم مرغ و گردو و پیاز و ادویه‌های خوب و فلان و برابر قاطی میشه، خوشمزه، نون تنوری و سبزی. نه سبزی خود من ما اینجا چون ملک دارم، خب برای کمک به مردم، به قول یار گفتنی سبزی اینجا درست شد کاشتم، 1.5 هکتاره. مردم میان اینجا، به قول یار گفتنی هم ارزانتر بهشان بدم چون نزدیک شهرم، همه چیز اینجا مکارم، مردم شهر رو میان ببرن. این خدا روزی داده و ما هم بنده هاش بود. این خیلی خوشمزه ای غذا، خیلی.